بسم الله الرحمن الرحیم. قال تبارک و تعالی فی القرآن الكریم: توبوا الی الله توبة نصوحا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت بیننده ها و شنونده ارجمند. الله منان را سپاسمند هستم تا بار دیگر توفیق بخشید در خدمت شما با یک موضوع جدید قرار بگیرم. بحث امروز پیرامون توبه هست. توبه یعنی چی؟ توبه در لغت به معنای بازگشت، رجوع، برگشتن از همه معاصی، گناه ها، از همه بدی ها به طرف خوبی ها، به طرف فلاح، به طرف رستگاری می باشد. پروردگار جهان هستی برای من و شما که بندگانش هستیم در بیشتر از 118 آیه قرآن عظیم شان سفارش داده برای توبه. چرا؟ خالق جهان هستی میفهمه ستار العیوب هست، همه عیب‌های من و شما را پوشانده و برای ما دستور داده که اینا را باید توبه کنیم تا مبادا آشکار شود. پروردگار در کلام پرحردشش برای ما طریقه و روش توبه را یاد میده که انسان چگونه برگشت کنه، چگونه به طرف خالقش از طرف زشتی ها، پلیتی ها به طرف پاکی ها، به طرف سعادت و روشنایی بیاید. برای تمام جهان هستی انسان ها خطاب میکنه که توبه کنین و رجوع کنین. همه شما، چی مذکر باشید چی مؤنث باشید، چون همه شما در پوست شما شیطان جا دارد و شما را وسوسه به گناه ها می کند، به زشتی ها می کند، چی شیطان های جنی و چی شیطان های انسی. وقتی که انسان اعمال زشتی را انجام میده، شیطان به خود افتخار میکنه که من بنده خدا را از خدایش دور ساختم. خدایی که برای بندهش پیامبر فرستاد، برای بندهش کتاب فرستاد، برای بندهش همه خوبی های جهان هستی را داد. خدایی که اشرف المخلوقات انسان خلق کرد، ولقد کرمنا بنی آدم. خدایی که انسان عزت و برتری به سایر مخلوقات داد، من فریبش دادم و خوشنود می باشه شیطان. الله بی‌نیاز از بندهش ناامید نمی باشه و من شما باید از خالق خود ناامید نشویم. بنابراین دستور پروردگاری این است که رجوع کنین، برگردین. شیطان به عظمت و بزرگی خالق جهان هستی قسم خورد که ای خدا، ای پروردگار، آگاه باش به خاطر امین انسان مرا از درگاهت راندی. امین انسان نافرمان، سرکش، بیادب در قبال تو می سادم. پروردگار برای شیطان چنین گفت: هر زمانی که بنده بر بگرده، متوجه گناهش شود، متوجه ادی شود که تو شیطان لعنتی فریبش دادی، دروازه ما باز است، دروازه ما باز است و من بنده نواز هستم، من بنده خدا می قبولانم. بازا بازا، هر آنچه که هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگاه من درگاه ناامیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. شاعر است که چنین به وصف آیه قرآن عظیم شان شعر می سراید که اگر انسان یک بار توبه را شکست، 2 بار، 10 بار، حتی 100 بار ناامید نشه. لا تقنطوا من رحمت الله. آره، پروردگار میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا و ان الله غفور رحیم. ای پیامبر، ای رسولم، ای پیام آور من، برای بندگان ما و امتان خودت چنین دستور بده که ای انسان ها، ای بندگان خالق جهان هستی، هر آنچه که گناه کردین، در گناه اسراف کردین، دوزی خوردین، دوزی کردین با مدرت، رشوت خوردین،
فحشا انجام دادین، هر آن اعمال زشتی که در دنیا کردین، حتی در گناه اسراف کردین، گناه شما از کف دریا بیشتر باشه از ریگ هایی که در کف دریاست، شما ناامید نشوین. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. آری در حقیقت من ذاتی هستم که همه گناه های شما را میبخشم و ان الله غفور رحیم. در حقیقت من عفو کننده و رحم کننده هستم. پس چی زیبا هست که چنین ذاتی را ستود و چنین ذاتی را حقیقتش دریافت، تفکر و تدبر و چنین خالقی داشت که بنده های در معصیت و گناه و بالاخره در زشتی ها می باشه، اما پروردگار میگه ناامید نشو، برگرد. هر زمانی که مرا پیدا کردی رجوع کن، هر زمانی که مرا یافتی شکر مرا کو، هر زمانی که مرا یافتی لبیک بگو، لبیک اللهم لبیک. برای پروردگارا ما به تو بیعت میکنیم، دیگر گناه نمی کنیم. لا طاعت شیطان، لا طاعت نفس، از شیطان، از نفس سرکش، از اعمال زشتی پلیتی که برای ما انجام میده دیگر طاعت نمی کنیم. پروردگارا با تو تعهد میکنیم و با تعهد خود مستقیم متحد می باشیم. مثل نسوها توبه کرد که حتی پروردگار در قرآن عظیم شان ذکر کرد توبه شه. پس چیز زیبا هست که از بدی ها و زشتی ها و پلیتی ها که منجر به هلاکت و فلاکت خود ما، فامیل ما، حتی کشور ما میشه، رجوع به روشنایی، خوبی ها، تقوا و بالاخره به حقیقت انسانیت و اسلامیت خود بر بگردیم و یک متقی خوب باشیم تا باشه که کامیابی دارین نصیب ما باشد. یا رب تو چنین کن که فرجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. این بود داشته های این برنامه. تا داشته های برنامه بعد همه شما را به خالق جهان هستی میسپارم. شاد، موفق و کامگار باشید. السلام علیکم و رحمت الله.